دوستای عزیز سلام. خدا کنه همگی جور و صحت باشین. من خواستم که برای شما عزیزان یک مربای سیب درست کنم. میفهمم که همگی شکریات دارن، اما یک باریکی داره که من امرای شما ایره شریک میسازم. 2 گیلاس بوره را امرای 2.5 گیلاس آب مخلوط کردم، ماندم که بجوشه و اینجا سیبا را حلقه کردیم، پوست و حلقه، و بعد از شستن امرای 1.5 گیلاس سرکه ترش میکنیم، 1 ذرم آب مندازیم و 2-3 قطره لیمون به شربت مندازیم و بعد از این سیب از سرکه صاف میکنیم و به شربت اضافه میکنیم. اینجا میبینین که سیب در حال جوش است و به قیام هنوز نامده. اینجا به قیام آمد و رنگش بسیار مقبول و روشن و خوب شد. اعلام دهش اضافه میکنیم و ما ببینیم که بسیار یک مربای خوش رنگ و خوشمزه داریم که بسیار شفاف است و مو شفافیشم از خاطر که ما در سرکه ترش کردیم و شما میتونین که برای نیم ساعت در سرکه تر کنین و هر مقدار که میخواین به دل خود درست کنین. تشکر از توجهتان. لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین. حمایت